صحبت مزینان بود. سالها پیش مردی فیلسوف و فقیه که در حوزه درس مرحوم حاجی ملا هادی اسرار، آخرین فیلسوف از سلسله حکمای بزرگ اسلام، مقامی بلند و شخصیتی نمایان داشت، به این ده آمد تا عمر را به تنهایی بگذارد. بعد از حکیم اسرار همه چشمها به او بود که حوزه حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شایسته وی بود روشن نگاه دارد. اما در آستانه میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعیش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد، شهر را و گیرودار شهر را رها کرد و چشمها را منتظر گذاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود. خب، در قلمرو زبانی این پاراگراف در گروه مرحوم حاجی ملا هادی اسرار دقت بکنید که هم واژه‌های مرحوم، حاجی و ملا، هر سه این واژه شاخص هستند و بهشون توجه بکنید. خود مرحوم حاجی ملا هادی اسرار یا ملا هادی سبزواری فقیه و شاعر دوره قاجار بوده که در شعر اسرار تخلص می‌کرده. آخرین فیلسوف از سلسله حکمای بزرگ اسلام، دقت بکنید که در اینجا نقش تبعی بدل داره و بدل از ملا هادی اسرار هست. در گروه سلسله حکمای بزرگ، حالا در مجموع سلسله حکمای بزرگ اسلام، یک گروه متممی هست که در این گروه متممی و گروه سلسله حکمای بزرگ در اینجا صفت مضاف الیه و وابسته هست و از فرمول اسم به علاوه صفت پسین تبعیت میکنه و همینجور در گروه سلسله حکمای اسلام شما 3 اسم رو به دنبال هم میبینید که آورده شده و اسلام در اینجا مضاف الیه و وابسته هست. بعد از حکیم اسرار همه چشمها به او بود. خب، چشم به کسی بودن کنایه از توجه داشتن به کسی هست و مفهوم این جمله اینه که بعد از ملا هادی سبزواری همه مردم به او توجه داشتن. چشم در اینجا مجازاً توجه هست. گرم نگه داشتن کنایه از رونق بخشیدن، چراغ چیزی رو روشن نگه داشتن کنایه از رونق دادن و رونق بخشیدن به چیزی هست. چراغ علم، چراغ فلسفه و چراغ حکمت اضافه های تشبیهی هستند. اما در آستانه میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود، مفهوم این جمله ها را هم دقت بکنید، یعنی در آغاز نتیجه دادن تلاشهاش که همه عمر و جوانیش رو صرف آن کرده بود. در گروه متممی آستانه میوه دادن درخت، دوباره واژه درخت در اینجا مضاف الیه و وابسته هست. در جمله در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعیش فرا رسیده بود، یعنی در آن هنگامی که فصل شکوفایی حیات علمی و اجتماعیش بود. در گروه بهار حیات علمی و
اجتماعیش باز دقت بکنید، بهار حیات علمی، بهار حیات اجتماعی، واژه‌های علمی و اجتماعی در اینجا صفت مضاف الیه و وابسته هستند. ضمیر شه هم در گروه بهار حیاتش، بهار حیات او، این شه هم در اینجا مضاف الیه و وابسته هست. گروه بهار حیات هم که یک اضافه تشبیهی هست، زندگی اون تشبیه شده به بهار. و چون در اینجا چون او در گروه هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود، که گفتیم اینجا چون در معنی مثل و ماننده و حرف اضافه، بنابراین کلمه او در اینجا نقش متمم داره. معنی این جمله ها هم اینه که به دهی آمد که هرگز کسی منتظر آمدن کسی مانند او نبود. دقت کنید که مرجع ضمیر او در این جمله هایی که خواندیم جد پدر شریعتی هست. منظور از ده هم در این جمله ها همان روستای مزینانه، یعنی در واقع میخواد بگه که جد پدر شریعتی به این روستای مزینان آمده که روستایی در خراسان رضوی هست و خاستگاه خاندان دکتر علی شریعتی. مفهوم این جمله های پایانی هم در واقع گوشه‌نشینی و کنارگیری از دنیا هست. چشمها را منتظر گذاشت. چشمها هم مجازاً افراد هست، یعنی افراد رو منتظر گذاشت. در جمله درختی که جوانی را به پایش ریخته بود، اینجا آرایه استعاره مکنیه داریم، یعنی در واقع جوانی رو مانند آب یا کودی دانسته که به پای درخت ریخته شده. پای درخت هم میتونه آرایه استعاره مکنیه از نوع تشخیص داشته باشه و ریختن جوانی هم که گفتیم استعاره مکنیه داره. درخت استعاره از علم و دانش هست و میوه هم در اینجا میتونه استعاره از اون آموزش به شاگردان باشه. بین واژه‌های شهر و ده آرایه تضاد داریم و میوه دادن هم در این جمله ها کنایه از به ثمر نشستن هست. در قسمت قلمرو فکری کارگاه متن پژوهی درستون یک عباراتی از سهراب سپهری آورده شده که با این قسمت درس، یعنی شهر را و گیر و دارش را رها کرد، ارتباط معنایی داره که این ابیات این هست: در کفها کاسه زیبایی، بر لبها تلخی دانایی، شهر تو در جای دگر، ره میبر با پای دگر. که این ارتباط معنایی رو دقت بکنید، انشاءالله در کارگاه متن پژوهی این رو به طور کامل من توضیح خواهم داد. در پاراگراف بعد: وی جد پدر من بود، من 80 سال پیش، نیم قرن پیش از آمدنم به این جهان، خود را در او احساس می کنم. در نگاه او نشانی از من بوده است و اما جد من او نیز بر شیوه پدر رفت، به همین روستای فراموش باز آمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهایی و بینیازی و اندیشیدن با خویش وفادار ماند. که این فلسفه انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن سخت دشوار. پس از او عموی بزرگم که برجسته ترین شاگرد حوزه ادیب بزرگ بود، پس از پایان
تحصیل فقه و فلسفه و به ویژه ادبیات باز راه اجداد خیش را به سوی کویر پیش گرفت و به مزینان بازگشت. خب در قلمرو زبانی جد پدر من، او جد پدر من بود. یک گروه مسندی داریم در اینجا که پدر مضاف الیه و من وابسته از نوع مضاف الیه هست. این جمله رو هم دقت بکنید. من 80 سال پیش خود را در او احساس می کنم، یعنی پیش از تولدم مانند جد پدرم می اندیشیدم و فکر می کردم و همینطور در جمله در نگاه او نشانی از من بوده است، یعنی شبیه بودن جد پدر دکتر علی شریعتی به او هست. جد من به همین روستای فراموش باز آمد. خب در اینجا دقت کنید که اون واژه یا ترکیب جد من به قرینه لفظی حذف شده، به همین روستای فراموش باز آمد. کی؟ جد من، جد پدر من، که حذف به قرینه لفظی داریم و دقت بکنید که این واژه فراموش در اینجا یک اسم که جانشین صفت شده و در معنی فراموش شده هست. بنابراین اگر نقشش رو خواستن دقت بکنید که در اینجا نقش صفت داریم. پس از او باز مرجع ضمیر او در اینجا همون پدر بزرگ شریعتی هست، عموی بزرگم که برجسته ترین شاگرد حوزه ادیب بزرگ بود. این ادیب رو هم دقت بکنید که اینجا منظور ادیب نیشابوری هست از استادان برجسته ادبیات فارسی. همینطور این واژه حوزه رو هم دقت بکنید که در بحث املا ارزش املایی داره و حتما به نگارش این واژه توجه میکنید. شاگرد حوزه ادیب، اینجا واژه ادیب اسم، بنابراین در قلمرو زبانی وابسته از نوع مضاف الیه هست و پایان تحصیل فقه، پایان تحصیل فلسفه. هم واژه های فقه و هم واژه فلسفه در اینجا وابسته از نوع مضاف الیه هست. و همینطور در گروه راه اجداد خیش که گروه مفعولی هست، را مفعول اجداد مضاف الیه و واژه خیش دوباره در اینجا وابسته مضاف الیه هست. در قلمرو ادبی آمدن به جهان کنایه از متولد شدن هست. خود را در کسی احساس کردن هم به معنی مثل کسی اندیشیدن هست که مفهوم کنایی داره.